فقط شما یه آب بکشید که راحت داره، بقیهش مشکلی نیست. بله آقا این داره راجع به یه چیز دیگه حرف میزنه. قربان من میتونم اسم شما رو بپرسم؟ مشیر و دوله کافی و رعایا. مشیر. همونطور که فکر کردم دیوونه است. بله چشم، ما میریم پیش دکتر، حتما میگیم که شما ترسیدین و اصلا خودش بیاد ببینه، آدم باشه ببینه شما خودتو خیس کردی میبخشه ما شما. غلط میکنیم این موقع شب میرین در خونه دکتر. بابا دکتر الان خوابه. دیگه داره اعصاب دکتر به جهنم که قابه. مرد حسابی 2 ساعت ما صدا تو ببین در مورد